تهمینه فاضلова ساکنی دهه قراتاق شهر ترسونزاده میباشد. از خردی آرزوی طبیب شدن را در دل میپرورید و از جمله داوطلبان است که حجت‌های خود را بعد ختم صنف 9 به کالج طبی شهر ترسونزاده سپرید. امروز من خیلی خرسند هستم که آرزوی دیرینه من جامعه عمل می‌پوشد، زیرا از خردی آرزو داشتم کسب طبیبی را انتخاب نموده سزاوار نام طبیبی باشم. امروز من خیلی خرسند هستم که امتحان یکم خویش را در مؤسسه تعلیمی سپاریده ایستادم و مینداری خود را به جناب عالی بیان میکنم که به ما جوانان چنین شرایط‌های خوب را مهیا ساختند و من همچون یک جوان صاحب معلومات وعده می‌دهم که در آینده یک شخصی کامل شده به وطن و خلق عزیزم خدمت ارزنده کنم. میان زیاده از 1000 نفر داوطلبی که حجت‌های خود را بعد ختم زینه اساسی مکتب به کمیسیه قبول سپردند هستند جوانانی که از منطقه‌های سوخت و خطلان و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز حجت‌های خود را به این مؤسسه سپردند. از ناحیه عینی ولایت سوخت دهه شفقتی بالا میباشم. من حجت‌های خود را به کالج طبی شهر ترسونزاده سپردم و امروز امتحان اول خود را سپرده ایستاده‌ام. از خردی شفق و هوس دکتری در دل من جوش میزد و امروز آرزوی در انتظار من جامعه عملی پوشیده ایستاده است. من پیش از همه منتداری خود را به سرور دولتمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان می‌سازم که به ما جوانان چنین شرایط‌های فراوان را مهیا ساختند و ما جوانان باید جواباً به این غمخوری‌های سرور دولتمان خوانده صاحب معلومات شده به خلق و وطن عزیزمان صادقانه خدمت نماییم. در کالج طبی شهر ترسونزاده زیاده از 1300 نفر دانشجویان از روی 6 اختصاص تحصیل می‌نمایند. این مؤسسه دارای شرایط‌های معاصر تعلیمی بوده برای باصفت گذراندن هم درس‌های نظری و هم عملی مساعدت است. چطوری که شاهد هستید امروز امتحان یکم از فن زبان دولتی زبان تاجیکی داوطلبان امتحان سپرده ایستادند. در کالج طبی تمام شرایط‌ها برای دانشجویان مهیا گردیده است. همه سینخانه‌ها، مرکزهای تجربه آموزی و متخصصان آموزگاران سطح عالی به دانشجویان همساله درس می‌آموزند. از آن جمله امسال زیاده از 300 نفر کالج طبی شهر ترسونزاده را ختم نموده راه خط گرفته هم در مؤسسه‌های تندرستی شهر ترسونزاده، ناحیه‌های شهرینه و حصار و دیگر ناحیه‌های جمهوری روان کرده شده هستند که آنها به نزدیکی کار را سر می‌کنند. تحصیل در صنفخانه‌های تجربه آموزی کالج طبی شهر ترسونزاده امکان می‌دهد که دانشجویان نازکی‌های کسب خود را به پورگی از خود نمایند. نسل جوان تحصیل در چنین شرایط‌های زمانوی را از غمخوری‌های رهبرت عالی کشور ارزیابی می‌کنند و اقدام دارند که با صاحب شدن به این کسب پرشرف به وطن خود صادقانه خدمت نمایند.